بیت کوین منو یاد خودم میندازه. هر بار که همه فکر میکنن دیگه تموم شده، یه جور برمیگرده که همه رو غافلگیر میکنه. حالا اگر بخوایم مستقیم برگردیم به بحث اصلیمون، سوال اصلی که پیش میاد اینه: این بار هم قراره داستان مثل دفعه‌های پیش تکرار شه یا این بار همه چیز عوض شده؟ برای جوابش باید برگردیم به 2018. از ریزش‌های سنگین زمان کرونا بگیر تا بودران بسیار جالب 2020 تا ورود پول مؤسسات و ETF ها و آخرین سقفمون که حوالی 124,000 تا 125,000 تا بود. بیت کوین تو چرخ‌های قبلی روندهای تقریبا میشه گفت شبیه به همین نشون میداد، ولی این دفعه آخر، این روند آخر، این بولران آخری که داشتیم یه ذره یه سری چیزا رو تغییر داد. خب طبیعی هم هست، بالاخره پولای سنگین اومدن، ETF اومدن و طبیعیه که حالا بخواد مدل بیت کوین یه ذره عوض بشه. مسائلی که حالا تو قسمت بعدی بلاک کیو خرید قرار راجع به صحبت بکنیم که توکنایزیشن قراره یه سری چیزا رو عوض بکنه روی فضای بلاک چین. برعکس سوالی که اکثر آدما میپرسن، مهم نیست که بیت کوین الان قراره بره بالا یا کی قراره بره بالا یا بیاد پایین. سوال اینه که اگر از 2018 تا امروز اتفاقا رو کنار هم دیگه بذاریم، به چه الگوهایی میتونیم برسیم؟ و مهمتر از اون، اگر همین چرخه ها رو تا 2028 ادامه بدیم، بیت کوین ممکنه کجا ایستاده باشه و کی وقت اینه که ما هم سوار موج صعودیش بشیم؟ من والا کوهنم و اینجا ونترنه. خب ببین، تو الان 2 راه داری: یا اینکه این ویدیو رو به صورت خیلی تفریحی نگاه کنی، آخرش هم بگی چه جالب بود، یا بگی نه اصلا خوب نبود و در صورت رد شی. یه انتخاب دیگه هم داری، اونم اینه که به جای اینکه این ویدیو رو همین مدلی نگاه کنی، یک کاغذ و یک قلم همراه خودت داشته باشی و اطلاعاتی که داده میشه و نظر خودت رو و ایده‌ای که داری رو بنویسی. و الان که داریم با هم دیگه راجع به این 4 صحبت میکنیم، در پایان این ویدیو تو هم بتونی یک نتیجه‌ای رو ازش برداری، یک نتیجه مکتوب. پس پیشنهاد میکنم که یه قلم و یه کاغذ، حالا دفتر هر چی داشته باشی و از این ویدیو با یک نتیجه مکتوب بیرون بیای که برای وقت خودت ارزش قائل بشی. خب بریم سراغش. خب یا تایم فریم هفتگی بریم بهتره فکر کنم، چون میخوام راجع به این صحبت کنم. این چیه؟ بولران شروع شد الان؟ نه نشد. با یه دونه کندل بولران شروع میشه، روند صعودی شروع میشه؟ نه. ببینی الان یه دونه کندل هفتگیه، مهم هست ولی نه اونقدر که فکر میکنی. بعد ببین، با یه کندل اومده اینجوری خورده تو این سطح خیلی مهمی که اینجا وجود داره و باید ببینیم، یعنی یا باید اینجا رنج بزنه یا برگرده و یه باکس رنجی یه جایی درست کنه. این مدلی با یک کندل نمیشه رفت خورد به یه مقاومت به این مهمی. اینو گفتم که بدونی جا نموندی. این خیلی شاید بولران از همینجا شروع شده باشه، ولی این کندل یه ذره ساس میزنه. بعد یه چیز دیگه هم بگم، اصولا وقتی یه کندل این مدلی میاد این شکلی میشه و میریزه. حتما قراره اینجوری بشه؟ نه، حتما قرار، هیچ حتمانی وجود نداریش وقت، ولی این ممکنه، احتمالش هم کم نیست. خیلی هم همه راجع به صحبت میکنن. حالا مهمه؟ نه مهم هم نیست. یعنی تو تصمیم ما در نهایت تأثیری نمیذاره. چی تو تصمیم نهایی ما تأثیر میذاره؟ اینکه ببینیم اینجا یه باکسی میسازه یا نه قراره که برگرده پایین‌تر یه باکسی بسازه. حالا میخوام بریم به تایم فریم ماهانه، چون اینجاست که ما کلی دیتای جالب داریم که امروز قرار راجع بهش صحبت کنیم. وقتی میایم تو تایم فریم ماهانه بیت کوین، میبینیم که از یه جا به بعد ما یه کانالی رو ساختیم که سقف و کف بیت کوین داره توی این کانال حرکت میکنه. بذار حالا تمیزش کنم، خوشگلش کنم. نگاه کن، اگه بخوایم خیلی منطقی بکشیمش یه همچین حالتی، تقریبا یه همچین حالتی. خوبه، بد نیست.
اگه دقت بکنی هر بار که حالا بولران شروع شده یا حرکت سعودیمون به قولی شروع شده، بیت کوین از کف این کانال بلند شده یا کف این کانال رو فیک کرده و بلند شده. الان هم از این کفه بلند شدیم، یعنی بولران شروع شده. شاید یه گزینه به نفع بولران که این کف کاناله همون کف کانالیه که هی داریم ازش هر دفعه بلند میشیم. ولی خب یه نکته دیگه هم هست، اونم اینه که اگه بخواید دقت بکنی اینجا، دفعه اولی که از کف این کانال به سقف رفتیم میبینی چقدر شارپ و سریع و صاف رفتیم. دفعه دومی که به سقف این کانال رفتیم با نسبت به قبل با شیب کمتری رفتیم ولی بازم یه روند خیلی خوب. دفعه سومی که حرکت کردیم و به قولی بولران قبلیمون بود، ما از وسط این کانال ریجکت خوردیم و برگشتیم پایین. حالا این یعنی چی؟ این تو روند کلان به این معنیه که بیت کوین باید ریزشی بشه، چون شما داری ضعف روند میبینی تو تایم فریم ماهیانه. آیا قراره که بیت کوین ریزشی بشه حالا؟ نه. یعنی شاید بریزه از اینجاها، شاید بریزه تا حوالی 40-50 هزار دلار. حالا راجع به قیمتی صحبت میکنیم، ولی آیا بیت کوین ریزشی میشه مثلا بیاد این کانالو بشکونه، مثلا بیاد 20,000 تا اینا؟ ببین تو تحلیلی که یعنی تو استاندارد تحلیل ها این باید بشکونه بیاد بریزه، ولی این قضیه رو بیت کوین صدق نمیکنه. مدل بیت کوین شکلی نیست. احتمال داره که واقعا توی این کانال بمونه. حالا دو تا سناریو وجود داره، یا اینکه همینجا توی مقاومت 82,000 دلار یه باکس بسازه، یا اینکه اینجا رو فیک کنه و بیاد پایین‌تر یه باکس بسازه مثل بولران 2020. این کندله بذار بکشم دورش. این کندله رنگش هم یه رنگ منطقی بذاری، چه رنگای زیبایی. این کندله شبیه این کندله نیست. موسم هم این کندله شبیه این کندله نیست. حالا من نمیگم چون این دوتا کندل شبیه هم بازم هزاران مدل بیا اصلا همین کندل هم شبیه این کندل است، ولی یا کفمون همونجا بوده و بلند شدیم ازش و بعد از اینکه یه باکس اینجا ساختیم میتونیم تایید بولانمون رو بگیریم، مثلا تو هفتگی اگر یه کف بالاتر بسازیم. یا سناریو دوممون اینه که این اتفاق بیفته، یعنی از اینجا یه ریجکتی بخوریم، یه فیکی بکنیم کانالو و بعد حرکتمون رو شروع بکنیم. اونجوری نقدینگی بیشتری هم جمع میکنه. خیلی غیر منطقی نیست اگه این اتفاق بیفته، ولی حقیقتش رو بخوای خیلی هم فرقی نمیکنه که از همینجا شروع کنه بره یا بخواد فیک کنه بره. شما باید طبق استراتژی که در نهایت داری که یکم جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم به این فکر کنی که بخوای چی جوری اصلا از این موج‌ها استفاده بکنیم. یه شیطونی هم اینجا بکنیم باحال میشه. وایسا. خب اگر ما بگیم که قرار این حرکتمون شبیه اون سری که فیک کردیم بشه و اینو ما کپی کنیم بیاریم اینور، تقریبا همچین حالتی بشه. این یعنی تارگت بعدیمون میتونه هلوش 240,000 دلار 260,000 دلار باشه. 260,000 دلار 240,000 دلار میتونه تارگت بعدیمون باشه. مهمه تارگت بعدیمون کجاست؟ نه، ولی چون میدونم اینا رو دوست داری گذاشتم که وصلت سر نره. تارگتمون مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که ببینیم آیا قراره این فیکر رو داشته باشیم یا این حرکت اینجا رو. یه سناریو سومی هم هست حقیقتش، اونم اینه که ما بدون استراحت یه راست بلند شیم اینو از اینجا بیایم تا سقف کانال، تا همین یعنی سقف قبلیمون از سقف کانال تا هولوش همون 125,000 تا اینا، و مردم فکر کنن که آره، مردم عادی فکر کنن که اوکی بولران شروع شده و پولاشون رو بیارن و دوباره برگردیم پایین، مثل این سقف دوقلویی که دفعه قبل تو بولران قبلی زده بودیم. این اون نیست، این همین این نیست.
اه. یکم هست ولی نه اونقدر. میدونی اینو خیلی نمیشه موج دوم در نظر گرفت. این یه موج شبیه یه موج، حداقل تو نظر من. و اگر این موج بلند شه بدون استراحت، یعنی این استراحت رو میبینی، اگر بدون استراحت تو 3 هفته 4 هفته ما بیایم تو این سقف، این بولران نیست، این تلس و برمیگردیم پایین. این 3 سناریو ممکنه پیش بیاد که هر کدومش پیش بیاد فرقی نمیکنه. توی هر 3 ما باید طبق استراتژی که داریم، حالا یا خرید یا اگر ترید میکنیم ترید تو تایم فریم های پایین‌تر، فرودمون رو بزنیم. این از این. زمانی از کی بعد یواش یواش دیگه به فکر این باشیم که خودمون رو آماده کنیم برای بولران؟ از الان. برای همین هم ویدیوشو گرفتم. از الان باید خودتو آماده کنی. ولی خب یه چیز دیگه هم که من داشتم چک میکردم این بود که تو بولرانای قبلی اگر از دیسمبر بیر مارکتمون شروع شده، اینجا دیسمبر تموم شده، اگه نوامبر دفعه قبلش بیر مارکتمون شروع شده و دوباره نوامبر تموم شده، شاید اینجا هم از اکتبر شروع شه و داخل اکتبر تموم شه. ممکنه زودتر یا دیرتر باشه، 100% ممکنه. مهمه که نه از که باید پیگیر باشیم الان. کلا این تایم های زمانی که میبینید از گذشته میارن، اتفاقای اینجوری خیلی اهمیت نداره. یعنی آیا مهمه که چون اکتبر بیر مارکت ما شروع شده حتما بعد اکتبر تموم شه؟ نه، اینا همش حدس رسما حدسه که خیلی اهمیت نداره. خب حالا که تو همه چیو میگی اهمیت نداره، پس چی اهمیت داره؟ الان دقیقاً بهت میگم چی اهمیت داره. ببین، چیزی که اهمیت داره اینه که تو بولرانای قبلی ما اقتصاد جهانیمون چطور بود، اخبارمون چطور بود، تریدرامون داشتن چیکار میکردن و اینکه حمایتایی که ماینرامون میساختن کجا قرار داشت. الان برای مثال حمایت ماینرها متغیره ولی هولوش $41,000 این است. یعنی این شد. یعنی قیمت زیر 41,000 تا اومد. دقیقش فکر کنم میشد 37,000 تا. یعنی قیمتمون زیر باکس بکشم، قیمتمون زیر اینجا اومد. باید چیکار کنیم؟ فرار کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجاها خب ماینر البته خیلی واقعا احتمالش کمه که زیر این قیمت بیایم. شاید یه شادو بزنیم مثل اینجا. شاید یه شادو بزنیم که این شادو خیلی، ببین این شادو رو اگر زد واقعا باید حضور داشته باشی. یعنی بهترین زمان خرید به لحاظ قیمتیه. یعنی به نظر من نمیتونه کفتر از این قیمت بیاد بیت کوین. شاید هم اصلا نرسه، شاید همینو بریم. ولی میگم اگرم برگشت، من فکر نمی کنم واقعا بتونه این باکس 41,000 تا رو رد کنه. نهایتش همین باکس 52 تا 50، 52 تا 48، نهایتش اینجاست. داشتم 4 تا نشونت نمیدادم. 41,000 تایی که میگم احتمالاً بهش نمیرسیم، اینجاست. و اون باکسی هم که راجع به صحبت کردم که بین 48,000 تا 50,000 تا اینجاست. اینجا بهترین زمانها برای خرید به لحاظ قیمتیه. یعنی به نظر من از این 2 تا کف بیت کوین نمیتونه پایین تر بره. یکی اینجاست، یه حمایت نسبتا خوبی اینجا هست و حمایت آخر که اینجاست. احتمالش هم واقعا کمه که به این قسمت آخرش بخواد برسه. یکی از مهمترین عاملایی که دوباره روی حرکت صعودی بیت کوین ما تاثیر میذاره نرخ بهره است. نرخ بهره یکی از مهمترین عاملاست. تنها ترین عامل نیست ولی بیشترین تاثیر رو داره. مثلا نمونهش همین اوراق قرضه آمریکا که بازخرید شد و گوپس دیدی یه کندل عجیب و غریب بزرگ زد و اومد رسید به حمایت مهم 82,000 تاش. نرخ بهره هم خیلی مهمه و نرخ بهره باید شروع کنه بیاد پایین تا بیت کوین بیاد بالا. اگه نرخ بهره پایین نیاد بولران نداریم. بله نداریم. اگه نرخ بهره پایین بیاد پس بریم بیت کوین بخریم؟ نه.
بعد استراتژی خودت رو داشته باشی برای خرید بیت کوین. حالا هی میگه استراتژی خودت رو باید داشته باشی برای بیت کوین. منظورت چیه؟ الان بهت میگم. خب ببین، دو حالت داره. شما یا هیچ ایده ای نداری که این بازار چجوری کار میکنه، یعنی تریدر نیستی، ترید نمی‌کنی، ولی دوست داری که این مسیرهای بیت کوین همراهش باشی، میخوای بخری یه مقداری و داشته باشی. شما چجوری باید بخری؟ شما حقیقتش اینه که وقتی شما نمیتونی 1000 تا شاخص مختلف رو چک کنی و به قولی نیومدی اینجا که نوسان بگیری، اومدی که صرفاً یک دارایی ارزشمند داشته باشی، کاری که باید بکنی اینه. ببین وقتی که بیت کوین داره میریزه، خب، یا وقتی داره میره بالا، فرقی نمیکنه. ببین شما وقتی یک روند مشخصی داری، میای چیکار میکنی؟ میای مثلا میگی آقا من میخوام $10,000 بیت کوین داشته باشم. اینو میای تقسیم بر 4 میکنی، 5 میکنی دیگه، حالا بستگی داره اون باز به 1000 تا عامل دیگه، و میای توی هر ریزشا یک میانگینی میزنی. ببین یه سری مسائل خیلی بیسیک وجود داره که شاید احتمال زیاد اون رو بلدیم، اونم سقف و کفه. ما اومدیم کف پایین‌تر زدیم، کف پایین‌تر زدیم، میبینی؟ بذار بکشمش. ببین اینجا حرکت قبلی ما بود که به سمت 120,000 تا رفتیم. بعد از اون که ریزش شروع شد، ما یه کف پایین‌تر زدیم، یه کف پایین‌تر زدیم. اینم حالا معلوم نیست یه کف پایین‌تره یا میخواد بره بالا، حالا هرچی. توی این کف پایین‌تر نسبت بشی، یه کف پایین‌تر نسبت به این، یه کف پایین‌تر نسبت به این. توی هر کدوم از این کف‌های جدیدی که ساخته میشه، کف سازی به وجود میاد، شما یه پارت می‌خری. یعنی چی؟ یعنی شما اینجا بیت کوین 120,000 تا، همه میگن آره بیت کوین قراره بشه $1,000,000. خیلی خوب، شما $10,000 داری، برنامه داری که بیت کوین بخری. میای برای مثال اینجا $3,000 می‌خری، یه پارت می‌خری. بیت کوین میریزه، شما میری تو ضرر. بله درسته. دوباره میای اینجا یه کف جدید که به وجود اومد، $3,000 دوباره تو می‌خری. دوباره بیت کوین میریزه. درسته؟ دوباره میای اینجا $3,000 دیگه می‌خری. دوباره اینجا یه ذره میره بالا، شما اینجا رفتی تو سود، دوباره میریزه. حالا اینجا اگر پولی داشته باشی پارت چهارم هم دوباره خرید می‌کنی، اگر نه وای میسی. چه اتفاقی میفته؟ شما نقطه ورود دیگه 125,000 تا نیست، هر سری میاد. این برای بلند مدت ها، پوزیشن اینجوری باز نمی‌کنن. این خرید بیت کوینه برای بلند مدتش که شما می‌خوای توی 3 سال 4 سال در نهایت یه سری بیت کوینی داشته باشی که روش سود کردی. توی اون شرایط شما میتونی از DCA استفاده بکنی و اونم همینه. DCA یعنی شما حجم پولی که میخوای خرید بکنی برای بیت کوین رو تو کف‌های مختلف، سقف‌های مختلف. برعکسش هم همین. شما اینجا بیت کوین میخری، میره بالا، دوباره اینجا میخری، میانگینت میاد اینجا، شما هنوز تو سودی. خب این که مثلا بخوای این کف شادو اینجا بخری، کف شادو اینجا، سقف شادو اینجا بفروشی، وجود نداره. اینو فراموش کن. خب حتی تریدرها هم که نقطه ورودای خوبی دارن، استاپای خوبی دارن، بازم کف نمیان تو سقف بیان بیرون. خب روند شما هیچ وقت نمیتونی اونجوری تشخیص بدی. برای کسی که میخواد اصلا یه مقدار بیت کوین داشته باشه، میخواد یه مقدار بیت کوین داشته باشه و افتضاح خرید نکنه. خب مثلا شما الان اینجا بیای $10,000 بیت کوین بخری، خب اینجا که مثلا $60,000 شده بود، شما $500 شده بود پولت. میگم $500، $5,000 شده بود پولت، نصف پولت رفته بود. خب جای اون شما میای پولتو تقسیم میکنی توی پارت‌های مختلف و توی هر کف جدید یه پارت میخری. این برای کساییه که میخوان خرید بکنن برای بلند مدت. حالا ترید کردن چجوری ما این روندا رو توی تایم فریم های پایین‌تر بگیریم؟ ببین این مسئله واقعا پیچیدگی‌های خاص خودشو داره و نمیشه توی یه دونه ویدیو تحلیل راجع به صحبت کرد. بهم بگو، چون ببین اگه من بخوام ویدیو آموزش رو بسازم واقعا برام سخت میشه که بخوام این ویدیوهای بسیار طولانی میشه. یعنی من سعی میکنم خیلی پارتاشو طولانی نکنم، ولی ویدیو از ساعت رد میشه، یعنی شاید 100 دقیقه، نمیدونم دقیقه 60 دقیقه، شاید حتی بیشتر. این ویدیو خیلی طولانی میشه. بهم بگو آیا میخوای که این ویدیو رو بگیرم بذارم روی یوتیوب رایگان که ببینیم که ما تو بولران جدید چجوری ترید کنیم که بتونه سودده باشه برامون و منطقی باشه، یا اگه نمیخوایم نگیریمش دیگه. چه کاریه، خیلی سختشون گرفتنش. ولی اگه میخوای تو کامنت ها بهم بگو که میخوای من این آموزش رو بگیرم برات بذارم یا نه. اگه بلدی که چه خوب، صرفا برای تحلیل اومدی خوب. اگر نه میخوای راجع به استراتژی ها صحبت کنیم، راجع به اینکه
چجوری نترسیم موقعی که باید بخریم، چجوری طمع نکنیم موقعی که باید بفروشیم، چجوری روانشناسی این قضیه رو بدونیم. چون ببین شما توی مارکت ریزشی یه مدل استراتژی داری، استراتژی تریدتو نمیگم، واسه همین میگم بحث خیلی کلانیه و ریز جزئیات زیاد داره. توی بولران هم یه مدل باید، توی مارکت های روندار یه مدل باید ترید کنی، توی مارکت های رنج یه مدل دیگه. بهم بگو اگه آموزشش به دردت میخوره بگیرمش، چون طولم میکشه واقعا. یعنی تا همین الانم اگه بهم بگی من باز همه سعیمو میکنم تا قبل از شروع کامل بولران به دستت برسونم، ولی اگرم بلدی که چه خوب، هیچی اصلا. خب برگردیم به چارتس. یکی دیگه از بزرگترین مشکلایی که ما برای بولران جدید داریم میدونی چیه؟ آقای نفت. ببین نفت تا وقتی که بخواد این مدلی، تا همون هفتگی بهتر بود، نفت اگه تا وقتی که بخواد این مدلی سعودی باشه، ببین این سقف اگه بشکنه که واقعا بولران نداریم. واسه یه دلیل دیگه هم که میگم اون کندله که اینجوری یه راست اومده، این کندله، دلیل دیگه هم که میگم این کندله احتمال زیاد برگرده همین نفته. چون نفت نمیتونه اینجا رو بشکنه و بیت کوین هم به رشدش ادامه بده. بیت کوین برمیگرده در اون صورت. چرا؟ چون نفت اگه گرون بشه حمل و نقل گرون میشه، حمل و نقل اگه گرون بشه خوراکی و غذا گرون میشن، خوراکی و غذا اگه گرون بشن زنده موندن گرون میشه، زنده موندن اگه گرون بشه تورم میاد، تورم اگه بیاد نرخ بهره پایین نمیاد، نرخ بهره که پایین نیاد بولران نداریم. توضیح خیلی ساده و زیبا. و این نفتی که الان ما داریم اینجا میبینیم، این نفت یه ذره اوضاع رو خراب میکنه. این نفت الان اگه بخواد این سقف اگه اینجا ریجکت بخوره که خب احتمال بولران خیلی بیشتر میشه. اگه ریجکت نخوره واقعا اینجا رو بشکنه، حالا با توجه این تنگی هرمز و این جنگ داستانه رو خراب کرده دیگه، میدونیم. یعنی زمان دفعه واسه همینه که میگم، واسه همینه که اینجا دارم میگم بیا تو ماهانه، این که نفت بیا توی بیت کوین، واسه همینه که دارم میگم شاید رفتارمون شبیه زمان کرونا بشه، چون الان هم تو جنگیم، تنگ هرمز شاید یه شادویی ما رو بیارونه. اگر اینجا رو نشکنیم، اگر ما اینجا رو ریجکت بخوریم ازش و اینجا رو نشکنیم که خوبه، احتمال بولرانمون بیشتر میشه. اگر اینجا رو بشکنیم و تثبیت هفتگی بدیم بالاش، اون سناریویی که میگم احتمالاً بیت کوین یه دور دیگه بریزه یه کف جدید بسازه رو بیشتر میکنه، به خاطر نفت و تنگی هرمزی که خب تاثیر خیلی زیادی رو کل اقتصاد جهان داره میذاره. پس یکی دیگه از دلایلی که ممکنه ما بولران داشته باشیم پایین اومدن قیمت نفته. من یه چک لیست برات احتمالاً میذارم توی کانال تلگرام. کانال تلگراممون اگر نیستی آیدش همینه، ونترن، هیچ چیز دیگه نیست، ونترن خالیه. نمیذارم توی دیسکریپشن چون شنیدم خیلی جالب نیست تو یوتیوب لینک بذاری، مثل اینکه اذیت میکنه. اینجا برات گذاشتم، اینجا کانال تلگرامو و سرچ کن بیا اونجا. احتمالاً برات یه چک لیست میذارم که چه چیزایی اگر اتفاق بیفته بولران میشه. تو اون چک لیست رو بردار واسه خودت تیک بزن هر کدوم از اون اتفاق افتاد و خیلی راحت خودت بفهم کی بولران شده. نیاز به هیچ تحلیلگری هم نداری در اون صورت. یه چک لیست کامل برات تو تلگرام میذارم که این مدت زیاد چکش کن و خب وقتی تعداد تیک های اون چک لیست بیشتر شد احتمال اینکه بولران هم شروع بشه بیشتره. ولی یه نکته ای هست، اون چک لیست که برات میذارم اگر همه تیکاش بخوره خب 100% بولران شروع شده، ولی اگه همه تیکاش بخوره یه ذره دیره. یعنی تو اون چک لیست رو چک بکن و هرچی تعداد گزینه‌هایی که توی اون چک لیست هست بیشتر شد، تیکای بیشتری خورد، بیشتر مطمئن شو که به بولران نزدیک میشیم و پیگیری رو شروع کن. پای نسو که همه تیکای اون چک لیست بخوره. تلگرام میذارم برات چک کن، اون خیلی کمک کننده است واقعا. شاید فقط به همون نیاز داری برای اینکه بفهمی بولران دقیقاً کی شروع میشه. حالا اینکه کی بفهمی کی شروع میشه یه داستانه، اینکه دقیقاً تو چیکار کنی یه داستان دیگه است. اون واقعاً برای این ویدیو نیست، بعداً راجع بهش صحبت می‌کنم. خب یه برگشت دیگه ما به این چارت نفت بزنیم.
ببین زعفران تو داریم میبینیم یه جورایی، حتی الان یک شنبه است. این ویدیو احتمالاً دوشنبه به دستت میرسه، من یک شنبه دارم میگیرمش، سعی میکنم فردا به دستت برسه. اگه بتونیم اینجوری ریکت بخوریم خیلی خوب میشه. ولی اگر کفه بالاتر بزنیم و کفه بالاتر اگر بزنیم، این اتفاق اگر بیفته، کف رفت و گذشت. این اتفاق اگر بیفته برای بولران واقعا اتفاق خوبی نیست که هیچی. برای شخصی که داره تو ایران زندگی میکنه خیلی اتفاق خوبی نیست، کلا برای جهانی اتفاق خوبی نیست. حالا باید ببینیم دیگه. این هفته خیلی تاثیرگذاره. تنگ هرمز واقعا تو اپیزود اول بلک کیوب گفتم، ویدیو قبلی، که چقدر مهمه اصلا اومدن برای همین کار. چون تو یه ویدیو هم قراره بگیرن، احتمالاً ویدیو بعدیه که ترندهای مالی 2028 میگم که تو بولران بعدی چه چیزایی احتمالاً هایپش باعث میشه که سودای جالب بگیریم. اونجا حالا بیشتر راجع به صحبت میکنم، ولی تو اپیزود 1 هم گفتم که اومدن اصلا به خاطر همین، به خاطر توکنایزیشن و این اتفاقا نیاز دارن که تنگ هرمز اون اتفاقی که لازمه براش بیفته. حالا اگه دوست داشتی چک کن اگه ندیدی. خب یه سر دیگه بیت کوین بزنیم. پس چی شد؟ اینا میتونستیم بگیریم، اینو متاسفانه من مشکل برام پیش اومد، نتونستم تحلیلشو برات بذارم، ولی اینم میشد گرفت. اینم درسته خیلی حرکت یهویی بود، ولی ببین چه باکس طولانی اینجا ساختیم. میگم 60-70 روز اینجا بودیم، الان هیچ کاری نمیتونستی توی این باکسه بکنی. خیلی چیه این دوف 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 دوف. ولی اینو میشد گرفت. اینجا یه فشردگی وجود داشت که نگاه کن، یه فشردگی اینجا وجود داشت که میشد گرفت. حالا خیلی هم مهم نیست اینا چرا نگرفتم، اینا فیکه، اینا فیک. این فشردگی رو میشد گرفت، حالا که نگرفتیم مهم نیست. الان چیکار کنیم؟ بریم توی 4 ساعته. ببین اینجا داریم یه استراحتی میکنیم پایین ترت، 1 ساعته پایین ترت 15. خب این 15 دقیقه‌اش دیگه احتمالاً چون ما فردا میخوام بذارم برات نمیرسه. توی 15 دقیقه شکست اینجا بد نیست. اگر تا فردا هنوز حرکت نکرده بودیم خوبه، اگر نه خیلی هم مهم نیست. ببین از این بعد من میخوام تحلیلای روزانه برات بذارم توی تلگرام. اگه دوست داشتی تلگرام بیا، تحلیلای روزانه میذارم برات که چه موقعیتایی وجود داره. حالا تو تایم فریم 15 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعته، که بتونیم بفهمیم دقیقاً چه کارا میتونیم بکنیم. ولی خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی کلی بکنیم، بیشتر دنبال این باش که باکسی که اینجا به وجود میاد و شکست رو به بالاشو بگیری تا رو به پایینش. چرا؟ رو به پایینش اگر رو به پایینش حرکت بکنه فکر میکنم که بهت فرصت میده. در حال حاضر خیلی تریگر شورتی داره نمیده، بیشتر داره تریگر لانگ میده. اینجا اگه یه باکسی به اندازه کافی بسازیم، یه فیک هم پایین کردیم میبینیم، یه فیک دیگه هم پایین بکنیم، یه کف دو قلویی بزنیم، یا همین باکسی یه ذره طولانی تر شه، شکست لانگش میتونه جالب باشه. اینجا الان جای مهمی هستیم. این 82 این باکس اینجا باکس مهمیه. حالا یا میایم این تو رنج میزنیم یا زیرش رنج میزنیم، ولی فیکش اگه بکنیم، یعنی اگر یه همچین حالتی بکنیم، اگر یه فیک این مدلی داشته باشیم، اینجا میتونیم پوزیشن شورت بگیریم. شکستای اینجا دیگه اون موقع برات تریگر شورت خوبی میده. خب اینم از این. من تا جایی که میشد سعی کردم خیلی جامع از تایم فریم ماهانه بگیر تا تایم فریم 15 دقیقه یه تحلیلی بکنم. خیلی هم عادت ندارم واقعا جلوی دوربین تحلیل بکنم، حالا توی بلند مدت بهتر میشه. اگر سوالی راجبش داری میتونی بپرسی. کانال تلگراممون رو فراموش نکن، اینستاگرام هم همینطور. اینستاگرام ریلزای روزانه داریم. اگر درخواستی داشتی میتونی بگی که راجب چیا بیشتر ویدیو بسازیم. و همین. من یه جمله‌ای دارم که خیلی برام ارزشمنده و دوست داشتم اونو قبل رفتن باهات به اشتراک بذارم، و اونم اینه که پیش از هر تحول جایگاه خودتو مشخص کن، پیش از اون که اجبار جایگاهتو تعیین بکنه. قرار سابسکرایب کنی، پس میبینم.